اولین باری که به صورت خیلی جدی تصمیم گرفتم با لباس ورزشی عکس بگیرم و به عنوان بدل مسی خودم معرفی کنم، پدرم تشویقم کرد. پدرم گفتش که این کارو بکن، مطمئنا جواب میگیری. دو بودم اومدم گفتم بچه‌ها مسی مسی، بعد رفتم واقعا از دور که دیدم واقعا فکر کردم خود مسی، بعد دیدم آقا رضا. I think it's a nice feeling to have a friend who looks like Messi. I think that's a great feeling. I mean, sometimes myself, I'm in awe. Like, I'll look at him, I'll be like, that's Messi, man. They look just so familiar. And when people see him in the street, they take selfies with him and such not. That's a great feeling too, because he's getting recognition and he deserves it. بازی ایران و آرژانتین بود که مسی گل زد به ایران دقیقه آخر و باعث ایران حذف بشه از جام جهانی. پدرم چون خیلی فوتبالیه زنگ زد بهم گفت خونه نیا. چون فهم گفت من اون گل رو زدم. دیگه رام ندادم شب خونه و